این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعینه و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، در درس‌های گذشته عقیده اهل السنت و الجماعه رحمهم الله را ذکر کردیم که از برای خداوند تبارک و تعالی مکان را ثابت نمی‌دانند. یعنی خداوند متعال همچنان که زمانی نمی باشه، مکانی هم نمی باشه. ولیکن برخی از اشخاص به ظاهر خود را اهل السنت و الجماعه تلقی میکنند، ولیکن در حقیقت از مشبهه و مجسمه می باشند. برای خداوند متعال مکان تثبیت میکنند و در این راستا بعض شبهاتی را که به پیش آنها به عنوان دلیل مطرح می باشه ذکر کردند که در درس گذشته برخی از آیات مبارکه را که اینها به طور استدلال مبنی بر ثبوت مکان و جهت برای خداوند تبارک و تعالی ذکر کرده بودند و دلیل گرفته بودند بیان کردیم و جوابات عقلی و نقلی پیرامون این دلائل از زبان بزرگان اهل السنت و الجماعه چی که از زبان حضرات اصحاب نبی خدا علیه السلام ذکر کردیم. در این درس برخی دیگر از شبهاتی که برای این گروه به طور دلیل وانمود شده از احادیث پیغمبر خدا علیه السلام ذکر میکنیم. به طور مثال یکی از جمله دلایل این افراد مبنی بر این که خداوند تبارک و تعالی معاذ الله در آسمان می باشه و مستقر می باشه در آسمان، جهت سماع را مکان از برای خداوند تبارک و تعالی می دانند، حدیث معراج می باشه. پیغمبر خدا علیه السلام بعد از عام الحزن به معراج تشریف بردند. معراج ایشان از بیت المقدس به آسمانها می باشه. دریغ و شکی نیست که پیامبر خدا علیه السلام معراج آنها به آسمانها بوده و ای که دیده پروردگار را، ملاقات کرده با پروردگار، پس از مجموعه دو مقدمه دانسته میشه در نزد اینها که خداوند تبارک و تعالی در آسمان می باشه. حالان که حدیث معراج بالکل دلالت بر این چیز نمیکنه که از برای خداوند تبارک و تعالی جهت باشه. چرا؟
به خاطری که معراج هر پیغمبر جداگانه می باشه. یکی که حکمت در رفتن پیغمبر خدا علیه السلام به آسمان ها، در ای که معراج پیغمبر به آسمان ها بوده چی می باشه. دیگری که آیا این چیز دلالت میکنه برای که خداوند در آسمان ها باشه. دو موضوع هست. علما رحمهم الله، مفسرین، محدثین، همگی ذکر میفرمایند که آسمان همونطوری که علو مکانی داره، دلالت بر علو و برتری رتبی هم میکنه. همونطوری که در زمین ربوبیت و ملک پروردگار و قیومیت پروردگار می باشه، در آسمان ها به کرات و مرات فراتر از او چیزی که عقل تصور میتونه بکنه مالکیت، ملکیت و ملوکیت پروردگار ظاهر و آشکاره. پس حکمت در این که خداوند تبارک و تعالی نبی خود علیه السلام را با آسمان ها عروج میده، او چیزی نیست مگر مضمون آیه مبارکه که اصلا نسبت به جناب حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام ذکر شده. و کذالک لنوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. به این خاطر پیغمبر به آسمان ها برده میشه تا ای که ملکوت آسمان ها را، یعنی او پادشاهی مطلقه را که پروردگار در آسمان ها داره، او قدرت ها و عجائب و غرائب را که پروردگار در آسمان ها داره به پیغمبر خود علیه السلام ببینانه. ولیکون من الموقنین، تا ای که پیغمبر قوی تر باشه، پیغمبر مطمئن تر باشه، پیغمبر با جرأت بیشتر، با شجاعت بیشتر اعباء و سنگینی های رسالت به دوش بکشه. به ظاهر کسی بکنیم همینطوره، زیرا برخی از حضرات اهل سیرت بیان می‌فرمایند که به سنه 9 بعثت، یعنی 9 سال بعد از بعثت پیغمبر خدا علیه السلام، دو فاجعه بسیار بزرگ بر پیغمبر رونما میشه. یکی موت ابو طالب، عموی پیغمبر خدا علیه السلام، که وایی که در نزد اهل سنت والجماعت بر کفر مرده، ولیکن تا با آخرین رمق از پیغمبر خدا علیه السلام در برابر مشرکین دفاع کرده و نگذاشته که حریم مقدس پیغمبر خدا علیه السلام زیر پای مشرکین باشه. این شخص وفات میکنه. بعد از او دیگه سرازیر میشه اذیت‌های عملی و فیزیکی خود مشرکین بر پیغمبر خدا علیه السلام. از طرف دیگه بانوی بزرگ اسلام جناب حضرت خدیجه کبری ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها که پشتیبان قوی نسبت به نبی خدا علیه السلام، هم به اعتبار پشتیبانی معنوی که همیشه پیغمبر خدا را در مشکلات دلداری می‌دادند، و هم به اعتبار قوت مالی خود که بزرگترین تاجر مکه مکرمه بود، ثروت خود را برای اسلام وقف کرده بود، ایشان هم وفات کردند. لذا هجوم دردها و علمها و اذیت‌ها بر پیغمبر خدا علیه السلام زیاد شده. گویایی که خداوند تبارک و تعالی تو بفرمایه که
اگر مشرکین، اگر کفار، اگر قوم شما ای پیغمبر علیک السلام شما را به روی زمین نمیگذاره، به هر دری که در روی زمین بری او در بر روی شما بسته میشه و نمیخواه که آواز حق بشنوه، ما دروازه های آسمان به سوی شما ای پیغمبر علیک السلام باز میکنیم. شما را به آسمان ها میبریم تا یک اونجی عجایب قدرت ما را ببینی، اونجی ملک ها و فرشته ها را ببینی، اونجی ارواح مقدسه را ببینی که همگی سر و سجده به حضور پروردگار می باشد. پس این حکمت رفتن پیغمبر علیه السلام به آسمان ها، به خاطری که ملکوت آسمان و زمین به ایشان نشان بده. اما ای که آیا خداوند تبارک و تعالی از این دانسته میشه که در آسمان، باز خصوصا با او مقدمه دوم به پیوندانیم که با خداوند تبارک و تعالی ملاقات صورت گرفته. اولا در میان حضرات صحابه رضی الله عنهم اجمعین چی زن چی مرد اختلاف هست. در احادیث مبارک موجود اختلافات که بعضی میگن رأى ربه، بعضی میگن لم یر ربه، بعضی میگن پروردگار خود را دیده، بعضی میگن پروردگار را ندیده. و قول فیصل جناب حضرت ابن عباس سید المفسرین رضی الله عنهما میکنن که رآه بعین قلبه، با چشم قلب، با چشم دیده و با چشم ظاهر ندیده. خداوند تبارک و تعالی را با چشم قلب دیده. ولیکن از کجایی دانسته میشه که خداوند تبارک و تعالی در آسمان ها باشه؟ در صورتی که مکانی باشه خود جسم باشه، هر جسم مشاهد می باشه به همین عین. وقتی که باز مسئله رؤیت هم به بار بیاید که او مرئی باشه در همین دنیا، پس به همین چشم ظاهر میبایست دیده باشه. و تقاضای گفته خود ظاهریه هم همین میشه که یعنی خداوند تبارک و تعالی به صورت جسم و دیده باشه، و زیرا وقتی که مکانی شد جسم شد و میبایست دیده باشه. ای که همگی بلکه اکثر حضرات اصحاب مبارک میفرمایند که لم یر ربه نور انا اراه، من کجا میتونستم که خداوند تبارک و تعالی را ببینم؟ در حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه و به این ترتیب در حدیث جناب حضرت عایشه صدیقه ام المؤمنین و خیلی از اصحاب مبارک دیگر. لحاظا رؤیت چشمی نبوده تا ای که بگیم آسمان ها می باشه محل استقرار پروردگار و به این خاطر به آسمان ها تشریف برده نبی خدا علیه السلام. بلکه به طور الزام بر این اشخاص گفته میشه که اگر معراج به هر جای دلیل باشه برای که خداوند تبارک و تعالی در اوجا قرار داره، پس میبایست که جناب حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه السلام هنگامی که معراج ایشان در کوه طور با پیغمبر خدا علیه السلام یعنی با حضرت خداوند تبارک و تعالی بوده، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوا، پس میبایست که گفته شما صحیح نباشه از دو جهت. یکی که پروردگار از محل خود انتقال بخوره، از مکان خود انتقال بخوره. شما میگه در آسمان کوه طور خود در زمین میباشه و به همین ترتیب میبایست که خداوند در زمین مستقر باشه. در این مورد چی توجیه میکنه؟ هنگامی که مناجات میکنه جناب حضرت یونس علی نبینا و علیه السلام در شکم ماهی با پروردگار، اونجا هم میباشه معراج جناب حضرت یونس علیه السلام. پس میبایست که خداوند تبارک و تعالی هم
در بطن ماهی و در شکم ماهی مستقر باشه. زیرا گفته شما همیه که چون پیغمبر با آسمان ها رفت به معراج، پس خدا در آسمان. خب حضرت موسی در کوه طور دید، پس خدا با کجا؟ حضرت یونس در شکم ماهی با پروردگار مناجات میکنه، بلکه معراج ایشان شکم ماهی میباشه، پس خدا با کجا؟ لحاظا معراج دلیل شده نمیتونه برای که پیغمبر خدا علیه السلام، یعنی شما استدلال بگیرید به که خداوند تبارک و تعالی در آسمان ها می باشه. به همین ترتیب حدیث مبارک دیگه جناب حضرت امام بغوی شافعی رحمه الله در شرح السنه روایت می فرمایند که لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی. هرگاهی که تخلیق عالم به اتمام رساند، کتب عنده فوق عرشه، به نزد خود بالای عرش نوشت که ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت ما بر غضب ما سبقت کرده، پیشی جسته، رحمت ما فراتر از غضب ما می باشه. از کلمه عنده استدلال میگیرن، از کلمه فوق استدلال میگیرن، حالان که این هر دو موضوع که عنده هم دلالت بر مکان نمیکنه و فوقیت هم دلالت بر تفوق مکانی نمیکنه، در آیات مبارکه که پیشتر ذکر شده بود در درس گذشته بیان شد که لفظ عنده همونطوری که دلالت بر قرب مکانی میکنه، بر شرافت و عزت هم میکنه. له عندی کرامه، له عندی نعمه، او به پیش ما یک نعمت داره، او به پیش ما یک شرف داره. اینطور نیه که این شرف که از برای ثابت او به پیش شما نشسته باشه، نه، منظور کرامت و شرفه. و بیان کردیم که فوقیت مکانی این سبب از برای برتری نمی باشه که بیاش یک چیز به اساس تفوق مکانی او برتری نسبت به دیگری حاصل بکنه، نه، بلکه فوقیت رتبی، فوقیت حیثیتی و مرتبه‌ای سبب میشه از برای که شخص بر شخص دیگه عزتمندتر باشه. ذات پروردگار تفوق مرتبه‌ای داره، تفوق رتبه‌ای داره. ای که پروردگار میفرماید ید الله علی الجماعه، یا ای که بعض از جاهای دیگه یخافون ربهم من فوقهم، او به این معنا که تفوق معنوی داره و سیطره کلی داره پروردگار. لحاظا از همون سیطره که تفوق بر هر چیز داره به اعتبار او سیطره، این بنده ها، این ملائکه از خداوند تبارک و تعالی میترسند. حدیث دیگه که خیلی مشهور میباشه در مابین بعضی از افراد، موضوع آزادی کنیزک واقعی از او بیشتر ذکر بکنیم. یک نفر کنیز داره و به دستی کنیز گوسفندهای خود داده که این بچرانه. به مو جایی که میچرانه، به مو چراگاه گرگ حمله میکنه و یکی دو گوسفند از بین میبره. مولا و بادار که خبر میشه یک سلی محکمه و بر روی کنیزک میزنه. هنگامی که این گزارش به پیغمبر خدا علیه السلام میرسه، میفرمایه که به اعتبار همو کفاره که بر تو میباشه نسبت به یک موضوع کفاره بر او لازم شده، میفرمایه که نسبت به او کفاره همین کنیز آزاد بکن، لیکن پیش ما بیار که من صحیح بکنم این رقبه مؤمنه می باشه یا نه، این کنیز مسلمان می باشه یا نه. دنباله حدیثیه که هرگاهی که این کنیز آورده میشه، پیغمبر علیه السلام به او خطاب میکنه و از او میپرسه که این الله. کنیز چی میگه؟ قالت فی السما، در آسمان. قال و من انا، مکیم؟ قالت انت رسول الله.
قال اعتقها فانها مؤمنه یا فهی مؤمنه، این کنیزه که رها کو، این مسلمان میباشه. از این بعض بلکه تمام ظاهریه استدلال میگیرن به این که خود پیغمبر سوال کرد که این الله، جواب باز میده کنیز که فی السما، پیغمبر خدا تقریر کرد، پیغمبر خدا تایید کرد که خدا در آسمان میباشه، پس خدا در آسمانه. این گروه چنین بیان میکنن و چنین استدلال میگیرن، ولیکن این استدلال همگی مفسرین، میگم همگی محدثین رحمهم الله از اهل سنت والجماعه بیان میکنن که این به دیگه معناه، نه به این معنی. پس گویا ای که این برادر که از ذهن خودخور، عقل خودخور، فهم خوده بر تمام عقول و فهم حضرات علماء گذشته سلف صالحین، از قاضی عیاض بگیر و از امام نووی بگیر و از خود ابن امیرالحاج قاسم بن قتلبغا و جناب حضرت ابن الحمام صاحب فتح القدیر و از دیگر و از دیگر و از دیگر، از همگی محدثین و مفسرین این عقل زی بالاتر باشه. اونا نفهمید دی حدیثه و این فهمید دی حدیثه. حالان که اولا لفظ خود عینه همونطوری که به خاطر سوال از مکان میه، این انت، کجایی تو، با کدام موقعیت قرار داری. لفظ عینه به خاطر سوال از رتبه یا به خاطر عدم فهم رتبه یک نفر که آنقدر رتبه ازی بالا رفته که ما بالکل نمیتونیم به رتبه ازی برسیم. در حدیث هم هست این نحن من رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما کجا، پیغمبر خدا علیه السلام کجا. اگر پیغمبر خدا علیه السلام کم هم عبادت بکنه از طرف شب، خب قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، پس من صحابه میفرماید که من عذیبت تمام شب من قیام میکنم. یکی دیگه میگه من تمام روز روزه میگیرم. یکی دیگه میگه من بالکل به پیش زن و همسر بالکل نمیرم تا ای که خالی باشم، فارغ باشم به خاطر عبادت خدا. ولی گپ بسریه که این نحن من رسول الله، اونجا هم که اینه این بیمانا کنیه که ما به کجا، یعنی به کدام جا از مکان، پیغمبر خدا به کدام جا از مکان، نه رتبه ما کجا، رتبه پیغمبر خدا علیه السلام کجا. این انت من فلان، تو به کجای، او به کجای. جلال الدین آل به کجای، جلال الدین رومی به کجای، هر دو اسم یکیه، لیکن تو به کجا، او به کجا. پس این به خاطر تفوق رتبی این لفظ استعمال میشه. و کنیزک هم که اگر چیز گفته، اولا برو گفته فی السما، خداوند در آسمان، لیکن معنی فی السما همیه که یعنی خداوند در آسمان ظاهریه. امره فی السما لغت عرب از خود یک دقیقه های داره، باریکی های داره. هر چیز خب به ظاهر حمل نمیشه، که هر چیز بر ظاهر حمل بشه. به کسی که بر راه باطل میره میگه ای کوره، صم بکم عمیون. این خب بیمانه نیه که ابو جهل کر نمیشنه، ابو جهل کوره چشم ازو نمیبینه، ابو جهل که از گنگه نمیگه گپ حق، نه، این بیمانه که نمیشنه و گپ حق را، نمیبینه معجزات پیغمبر را، یعنی بالکل اصلا توجه نمیکنه. هر چیز خب بر معنای ظاهری از حمل نمیشه. فی السما یعنی امره عال، خیلی عالی مرتبه باشه پروردگار، خیلی بلند مرتبه. گاهی اوقات بلندی مرتبه تشبیه میشه به بلندی خود مکانی و همون لفظ که به خاطر بلندی مکانی استعمال میشه به بلندی رتبی هم استفاده میشه. مثل کلمه ذالک الکتاب، اینا همگی اکثر مولوی صاحبا در مختصر المعانی و بعض کتاب‌های دیگه بلاغت خواندن. از اینطوریه که هر چیز بر ظاهر خود حمل باشه. فی السما خیلی عالی رتبه می باشه پروردگار. این در صورتی که گفتیم بپذیریم که گفته شده از جانب امی کنیز.
من انا انت رسول الله، در رزق کدام گپ نیست. لیکن جواب منعی هم حضرات اهل سنت والجماعه رحمهم الله دارن که نه، در مشکل الحدیث از ابن فورک رحمه الله اونجا بیان میکنه که اصلا این کنیز گنگ بوده. صحیح؟ کانت امتا خرساء، گنگ بوده. پیغمبر خدا علیه السلام از او میپرسه که این الله، فاشارت بیدها الی السماء. صحیح شده؟ فاشارت بیدها الی السماء. و این به معنی حال اشاره غیر است که غیر تکلم. یک کسی که اشاره میکنه این خوب معنی نیه که حتما یعنی همین پشت بام، حتما سقف، حتما آسمان، حتما فلان. نه، این به خاطر بیان علو و مرتبه، طوری که بیشتر بیان کردیم، امره فی السما، خیلی بلنده، خیلی بلند مرتبه، یعنی خداوند متعال بلند مرتبه می باشه. یعنی ما تقولین فی مرتبه الله، معنای این الله، در مورد مرتبه پروردگار چی میگی؟ السما، یعنی خیلی سمو داره، علو داره، برتری داره خداوند تبارک و تعالی. چرا اینطور نگو؟ همین کنیزک که به زمین خود پروردگار، پروردگاری از او، ربوبیت از او در زمین هم هست، ولیکن خیلی فرق داره دیگه. پیشتر گفتیم در زمین خداهای باطله هم هست، لات، منات، هبل، عزا، فلان فلان فلان، علاوه بر پادشاه حقیقی و رب حقیقی آلهه باطله هم هست. لیکن در آسمان فقط هو الله فی السماوات. پس ربوبیت پروردگار، معبودیت پروردگار، علو و تمییز پروردگار در آسمان ها بیشتر ظاهر میشه تا تمییز پروردگار در زمین. از این جهت اشاره میکنه. نه بیمانا که سما محل پروردگار میباشه، جهت فوق مکان پروردگار میباشه، بلکه وقتی که میفرمایه من انا مکیم فاشارت به اصبعها یا بیدها الی السما ثم اشارت الی الارض، اینطور میکنه. یعنی چی؟ یعنی که بر تو پیغمبر علیک، تو پیغمبر خدایی، شما پیغمبر خدا میباشه. و علامت پیغمبری چیه؟ وحی از جانب آسمان میاد به زمین به شما وحی، یعنی انگشت به طرف آسمان، باز به طرف زمین، وحی به شما میاد از آسمان. یعنی پیغمبر خدا میباشه. اعتقها فانها مؤمنه فهی مؤمنه. وقتی که میدانه همین چیزه که خدای هست عالی مرتبه میباشه، این خداهای زمینی بالکل مطرح نداره. چنانچه که عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه هنگامی که در حالت شرک پیغمبر خدا از اون میپرسه که چند خدا داری؟ میفرماید چند تا در زمینه، یکی در آسمانه. کدام خدا را به خاطر مشکلات خود فرا میخوانی؟ یا خدایی که در آسمان میباشه. یعنی بت‌هایی که به زمین این مشکل گشا و حلال مشکلات نیه. خدایی که علو و مرتبه داره، خدایی که محیط و صاحب سیطره میباشه بر خود همگی عالم، او خدا را ما به خاطر مشکلات خود فرا میخوانم. و همین ترتیب یک حدیث دیگی هم هست که سوال میکنه کسی از پیغمبر خدا علیه السلام این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، پروردگار ما کجا بود پیش از این که مخلوقات خود را بیافرینه؟ نبی الله علیه السلام میفرماید فی العما ما تحته هوا و ما فوقه هوا. در عما بوده. پس این که فی العما، پس معلوم میشه که یک ظرفی از برای ایشان، از برای خدا میباشه. این کان ربنا که سائل میپرسه، از این هم میتونه خدا، پیغمبر خدا باید جواب میده. ولی که آیا این حدیث دلالت میکنه برای این چیز که خدا در آسمان؟ اولا
میفرماید قبل ان یخلق الخلق، قبل ان یخلق خلقه، پیش از اینکه مخلوقات خود یکی از جمله مخلوقات آسمانه. معلوم میشه که در آسمان نیه پروردگار، پیش از اینکه مخلوقات خلق بکنه کجا بوده پروردگار؟ میفرماید فی العما. عما حضرات اهل سنت و جماعت محدثین میفرمایند که به دو روایت آمده. یکی عما الف مکسوره، عین میم یا والز و الفک خود عما. یکی دیگه عما الف و همزه بعد از که اگر عما باشه یعنی چه؟ عما اصلا به معنی کوری، نابینایی، لیکن کسی که ندید یک چیزی را نسبت به اون نیست دیگه. پس خود عما به الف مقصوره به معنی نیستی. یعنی چه؟ کان الله فی العما، خداوند بوده در نیستی دیگران، یعنی دیگران نبود و خداوند تبارک و تعالی بود. و یعنی چه؟ یعنی سوال از عینه لازم نیه که باشه، دیگه چیزی نیه که خدا باز بگیم که در یک جای در یک چیزی قرار داره. فی العما یعنی سوال بیمانه، در نیستی اشیا بوده پروردگار، که در این صورت برمیگرده معنای حدیث به حدیث حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بوده و هیچ چیز با خداوند تبارک و تعالی نبوده. یعنی در هنگام نیستی عالم پروردگار بوده. پس عین چی معنا؟ سوال از عین چی معنا؟ که عین الله یا عین کان الله قبل ان یخلق الخلق. اگر فی عما بگیریم به الف ممدوده، عما به الف ممدوده به معنی ابر نازک، خود زبان ابر نازک. ولی که میتونیم ترجمه ظاهری بکنیم، طوری که بعض برادران ترجمه ظاهری کردن که خدا هم در عما یعنی در ابر نازک. سوال چی میگه؟ سوال خود متوجه باشیم، این کان الله قبل ان یخلق الخلق، قبل ان یخلق خلقه، یعنی قبل ان یخلق العالم، پیش از اینکه عالم خلق کنه. خب ابر نازک هم خوگیه از جمله عالم. پس اگر فی العما ذکر شده به این معنی نیه که یعنی پشت ابر نازک، نه، بلکه تقریبا یه حدیث نمیگم که این حالی که میگم یه حدیث موضوعیه، ولیکن مضمون از کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لأعرف. یعنی چه؟ یک چیزی که پوشیده باشه، خب ما بر صفات او پشت پرده یک کسی باشه، ما بر صفات او، بر حالت او، بر شؤونات او ما خبر نمیشیم ده که چی هست، چی گپ هست، چی گپ نیه، کی هست. یعنی چه؟ یعنی که خداوند تبارک و تعالی ذات و صفات او در پوشیدگی بوده. حال دیگه صفات خدا وقت با ما و شما معلوم میشه که عالمه باشه، وقتی که مخلوقات داشته باشه صفات پروردگار معلوم میشه، ذات پروردگار به وجود او، به وحدانیت او، به صفات کمال او، به جلال جمال او ما و شما متوجه میشیم. پس کان الله فی العما یعنی چه؟ یعنی خدا در پوشیدگی، یعنی نسبت به ما و شما پوشیده، غیر معروف خداوند تبارک تعالی. نبی مالا که پشت ابر بود، پشت ابر نازک بود، همون ابر نازک مکان خدا هیچ چیز نیه. لحاظا حضرات علما رحمهم الله، قاضی عیاض صاحب رحمه الله میفرمایه که متکلم یعنی علماء عقاید، فقیه، محدث، مفسر و مناظر ای امت، همگی می علما، اگر فقیه، اگر محدثه، اگر مناظره، اگر متکلمه در بخش عقاید، همگی از اینا متفقن به ای که آیاتی که ظاهرا دلالت بر ثبوت مکان برای خداوند تبارک و تعالی میکنه او بر ظاهر خود حمله میباشه. از همگی امت، علمای امت بر ازی معتقد. جناب حضرت علامه قاسم بن قطلوبغا رحمه الله در شرح خود بر المصاهره، کتاب در
اعتقادیات از جناب حضرت علامه ابن الحمام میفرماید که معتقدیم به که خداوند منزه میباشه از هر حدوث و از هر نوع تشبیه و تشبه با مخلوقات خود. استقرار یعنی اگر استوا علی العرش هست، بلا کیف استوا علی العرش هست بدون مکان. خداوند تبارک و تعالی نیاز به مکان و زمان نداره، زمانی و مکانی نبوده و نیست. لحاظا میبایست که متوجه بشیم که علمای متقدمین چی فرموده. این که هر کس میایه به خود خو حزب تیار میکنه، هر کس میایه به خود خو انجمن تیار میکنه، هر کس میایه به خود خو یک دفتر باز میکنه، دنشه که فلفور چشم بسته بریم به طرف می دفتر که اینجی چی گپ است و چی گپ نیه و بزرگ رویده بشیم. نه، سعی کنیم که عقیده از او وقت میشه که عقیده اهل سنت و الجماعت بفهمیم که این مطابق با می عقیده است یا نه. نبود و اهل سنت نیه، اسم از اهل سنت میباشه لیکن او اهل بدعت میباشه. این خب موضوع تقدسات پروردگار. مختصر سخن نسبت به اسماء پروردگار هم بگیم و یک مبحث کلی از اصول ثلاثه خود عقاید اختتام بدیم که توحید میباشه. همونطوری که پروردگار صفات ذاتی داره و صفات فعلی که پیشتر بحث و مفصلا گذشت، اسماء پروردگار هم میگونه. اسماء ذاتی پروردگار، اسماء فعلی پروردگار. اسماء ذاتی پروردگار همونطور اسمی از برای پروردگار که بدون در نظر داشت کدام صفت از صفات خداوندی و کدام فعل از افعال خداوندی به ذات خداوند تبارک و تعالی ثابت باشه و نام ذاتی او باشه. نام ذاتی او، مثل که مثلا اسم یک نفر را محمد میگذاریم، اسم پدر از او اسم زیر محمد گذاشت، اسم زیر محمود گذاشت، اسم او را احمد گذاشت، اسم ای را شفیع گذاشت. این میشه که نام ذاتی همین نفر که با او صدا میشه. و یکی بعد از این که این میره شق دکتری میکنه میشه دکتر سه، شق انجینری میکنه میشه انجینر سه، شق علم میکنه میشه مولوی سه. این نام میشه اسماء صفتی یک نفر. فرق میکنه با هم دیگر. در خداوند تبارک و تعالی یکی اسم ذاتیه. اسم ذاتی پروردگار الله. الله اسم ذات پروردگار، مختص به ذات پروردگار، یعنی قطع نظر از در نظر داشته کدام صفت از صفتها، هیچ صفت از صفتها در روز مد نظر نه. حضرات علما رحمهم الله میفرمایند که الرحمن با که اسم صفتیه لیکن عینه اسم ذات مریه. کل نزدیکه الله الرحمن. یعنی چه؟ یعنی بدون الف لام و با الف لام بگی الرحمن یا رحمان. بدون الف لام هم که بگی بازم مختص به پروردگاره، بر غیر اطلاق نمیشه. اسم کس عبدالرحمن بگی رحمان، او صحیح نیه. خب نیه که همین لفظ تکلم میکنی. جناب شهاب الدین خفاجی رحمه الله در حاشیه خود بر بیضاوی شریف این چیز بیان میکنه که الف لام داشته باشه یا بدون الف لام. دیگه اسم ها رحیم، الرحیم اسم خدا، رحیم اسم یک نفر هم میتونه باشه. و بالناس و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرؤوف اسم خدا ولیکن رؤوف اسم یک نفر میتونه باشه. پس اسم ذاتی پروردگار الله، بلکه حضرت امام رازی رحمه الله میفرماید هو هم میباشه اسم ذات پروردگار که برتر از لفظ الله میباشه به اعتبار ذکر هم. او با خود تفسیر کبیر میباشه. هوی که در قرآن عظیم و شان الله لا اله الا هو اسم ذاتی پروردگار. ضمیر اسم ضمیر ذاتی پروردگار و دیگری اسم صفتی پروردگار. اسماء فعلی پروردگار، خالق، رازق، البارئ، المصور، همین 99 اسم پروردگار بغیر از لفظ الله و بگیرم به امراض لفظ رحمان. یکای دیگه همگی اسماء صفتی پروردگاره، لیکن فرق میکنه اسم صفتی ما و شما با اسم صفتی پروردگار. اسم صفتی پروردگار در ازل بوده
به اساس همون اسم صفتی فعل موجود میکنه. هرچی که در ما و شما برعکسه. به حج بریم ما و شما چی میگن؟ ما و شما را میگن حاجی. پیش از او خو حاجی نمیگفتن. حج که کردی میشی کی؟ میشی حاجی. الحاج فلانی. یعنی یه اسم صفتی بعد از انجام فعل به ما و شما میاد. هرچی که در خداوند تبارک تعالی یعنی در ازل خالق بوده پروردگار، به اساس همون خالقیت که داشته خلق کرده. اینطوری که چون خلق کرد حاله باز اسم او چی باشه؟ خالق. رحم کرد حاله اسم او باشه کی؟ رحمان یا رحیم. تصویر بندی کرد جنینه اسم او باشه المصور. نه، مصور، بارئ، خالق، رزاق، رازق، علیم، اینا همگی اسماء پروردگار ای در ازل. پس اسماء خداوند تبارک، اعتقاد ما و شما اهل سنت و جماعت، اسماء پروردگار ازلیه، خواه اسم ذاتی باشه یا یک اسم صفتی باشه. دوم، خداوند تبارک و تعالی در اسماء خود به کس محتاج نمی باشد، طوری که در ذات خود به کس محتاج نیست. سوم، پروردگار اسماء او منحصر به این 99 تا نیه که در حدیث مبارک آمده. خیلی اسماء فراوان داره، مثل که صفات پروردگار فراوانه، نه غیر متناهی. اسماء پروردگار هم غیر متناهیه، لیکن این چیزی که در حدیث مبارک آمده به اعتبار یک خصوصیت که هر کسی که همین 99 اسم از بر بکنه یا به مضمون او خودخور تشبیه بده، یک نوع خصوصیت بده، او دخل الجنه. اما اطلاق طبیب بر خداوند تبارک و تعالی در حدیث شده، اطلاق صانع شده، اطلاق سید شده، انا الدهر اگر بنابر ظاهر بگیریم اطلاق او بر خداوند تبارک و تعالی شده. حیی، ان الله حیی ستیر، اطلاق حیی بر خداوند تبارک و تعالی شده. ستیر یا ستیر بر خداوند تبارک و تعالی شده. پس اسمهای دیگه هم خداوند تبارک و تعالی دارد. و در این حال اجماع امت اهل سنت و جماعت میفرمایند که اجماع هم یکی از ادله، میفرمایند که اجماع امت بری شده که هر لفظی که در کدام لغت اطلاق او بر ذات واجب الوجود بر الله متعال میشه، همون اسم پروردگار میباشه به اعتبار اون لغت. مثل لفظ خدا، خ دال الف این میشه خدا. همین خدا در لغت فارسی، در لغت پشتو این میباشه اسم از برای الله. اجماع بردی شده. اینطور نیست که خدا شرک باشه، خدا صحیح نباشه، نه لغت ما همیه. همونطوری که الله لغت عربیه، اطلاق او بر ذات ذوالجلال میشه، اطلاق خدا بر ذات ذوالجلال میشه. هر صاحب لغت، هر فرهنگ از برای خود یک اسم نسبت به خداوند تبارک و تعالی اطلاق میکنه. مثل گاد، این در لغت انگلیسی به معنای خداوند تبارک و تعالی. از این طور نیست که بگیم این شرکه، این ناروایه و این فلانه. یک کسی که این چیز میگه او در حقیقت اجماع امت قبول نداره که این خود سبب میشه از برای که از اهل سنت و جماعت این شخص بیرون بشه. لحاظا هر کسی هم که به یک اسمی از اسماء پروردگار اهانت بکنه، به هر نوع اهانت، تمسخر بکنه، او کافر میشه. همونطوری که اگر به ذات خدا تمسخر بکنه، به صفات خدا تمسخر بکنه، صفات خدا یکی از صفات قبول نداشته باشه، حکم او کفره. اگر به یک اسم از اسماء خدا اهانت بکنه، یک اسم از اسماء خدا را قبول نداشته باشه، او سبب کفر اون نفر میشه. و صلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و على آله و صحبه اجمعین. ان الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا لست منهم. در رابطه با آیه مبارکه و مذاهب اربعه، بعضی برادرها اینطور گمان میکنن که میگن ما مسلمانم، من حنفیم، نه شافعیم، نه فلانم، ما مسلمان. یعنی چه؟ به گفته این تو معنی میده که مذاهب اربعه تفرق در دین. نه، مذاهب اربعه رحمت در دین، رحمت دین. و
این به این چیزی که اینجا آمده آیه مبارکه ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا، این نسبت به یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، کسانی که غیر از اسلام پسندیدن، این نسبت بوی لست منهم، شما با اونا هیچ سر و کار ندارید، دین شما جدا دینه می باشه، مستقل دینه می باشه و مذاهب ائمه اربعه گرفته شده از دین مبین اسلام. اینطور نه که سبب تفرقه بشه. اختلاف یکی خلاف یکی اختلافه، فرق میکنه با هم دیگه. کسی که حضرت عایشه رضی الله عنها تهمت میزنه کافره، کافر که اشد کفرا میباشه و نفاقا و اجدر الله یعلم حدود الله، کافر سرسخت میباشه این نفر. آیا عقیده ماتوریدیه و اشعریه بر اساس اهل سنت و الجماعت است یا خیر؟ خود اینها تشکیل میده اهل سنت و الجماعت را. قنوان میباشه، همجست میباشه و تنی از اون اهل سنت و الجماعت هست. امام فخرالدین رازی یکی از اشاعره بوده، بله از اشعری ها بوده. علامه تفتازانی رحمه الله اشعریه، مولا علی قاری صاحب هروی رحمه الله ماتوریدی. اکثرا حنفی هایی که در باب فروعات از امام اعظم رحمه الله پیروی میکنن، علمایی که در باب فروعات پیروی میکنن تابع ابو منصور ماتوریدی رحمه الله، هرچه که شوافی حضرات رحمه الله اونا تابع حضرت خود ابوالحسن اشعری رحمه الله میباشه. عقیده امامان چهارگانه را با ذکر مرجع در مورد عین الله بیان کنید. و این ما با درس سابق هم بیان کردیم دیگه، این برادر که نوشته شاید نبوده باشه، بیان کردیم عقیده جناب حضرت امام اعظم، امام احمد حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمه الله را. آیا اطلاق لفظ ستار بر خداوند صحیح می باشد یا خیر؟ بله، لفظ صیغه مبالغه حضرات علما رحمهم الله کبیر و اکبر، فعیل و افعال، یعنی صیغه مبالغه مطلقاً این بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق میشه، پس این هم از اون قبیل می باشه، یعنی اجماعیه. عبدالستار مثل که بگیم عبدالستیر. در وقت دعای اذان دست بالا کردن ثبوتی دارد یا خیر؟ ثبوتی ندارد. در مورد لفظ هو در آیت الکرسی و دیگر جاها خیر است که به اسم ذکر شده قبلی خداوند است یا مستقل هم ذکر شده به عنوان اسم خداوند. فهمیده نشد؟ بیشتر بیان کردیم. بعضی برادرها میگن امی هو خود به ما هم راجع میشه، به او غایب هم راجع میشه، به او هم غایب راجع میشه. پس این چی معنی؟ ما میگیم هویی که در قرآن عظیم الشان به خداوند تبارک و تعالی راجع شده، او را میگیم. مطلق ضمیر هو را میگیم، هو هما هم، این را نمیگیم. ای که پیامبر الله را به عین قلب رؤیت و دیدن نموده، آیا عین و چشم قلبی نسبت به هر کس می باشد؟ چشم قلبی که است فقط نسبت به پیغمبر خدا علیه السلام. اینی اراکم من خلفی، اینی اراکم من ورایی، ما شما را از پشت سر خواهم میبینم. در قرآن ذکر است که نحن نزلنا یا انزلنا، آیا تایید قول مجسمه را نمی کند؟ این هم یکی از خود دلایل مجسمه این شده نمیتونه. با خود عقیده اهل حق ما نوشته کردیم، به خاطری که اونا چی میگن؟ اونا قائلن به که همین قرآن عظیم شان حرف و صوته. اونا قائلن به که قرآن عظیم شان حرف و صوته و حرف و صوت اونا هم جسم نمیدانن حرف و صوته. پس توجیه از اونا چیه نسبت بیایه که نحن نزلنا؟ توجیه چیه؟ یعنی اول الزام بالا خودمونه. در عقیده اهل حق چیز ذکر شده و اینکه که ما ذکر میکنیم به خاطر که همه مباحث لازم نیست ذکر بشه، ورنه درس به درازا میکشه. پس همین نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انزلنا القرآن انا انزلنا فی لیلة القدر، این در نزد خود مجسمه هم دلیل از بارز اونا شده نمیتونه. و دیگه ای که ان انزلناه گاهی اوقات نزول به اعتبار همو حامل او میباشه، چون حامل قرآن عظیم الشان میباشه جناب حضرت جبرئیل امین علیه السلام، پس نسبت به او اطلاق خود انزال میشه و تنزیل میشه. در روی کارت عروسی نوشته به نام تنها تک نوازنده گیتار عشق،
آیا چنین صفت بر خداوند جواز دارد؟ بالکل جایز نیست. چرا اسمای خداوند تبارک و تعالی توقیفیه، اگر صفتی اگر ذاتی توقیفی می باشه. اینا فقط همون کساییه که چون با هوا و هوس پرورش یافته، با موسیقی و دگه و رباب، میگه البته خداوندم رباب می نوازه، میتونی که این نوشته کرده. کفر بیشتر بیان کردیم که هر کسی که توهین بکنه به اسم اسمای پروردگار، به شأن پروردگار، به ذات پروردگار، او شخص کافر میشه. آیا غوث الاعظم برای کسی گفته میشود یا خیر؟ بیشتر همین سوالات جواب داده شده. حاصل کلامی اکسه کنیم ما و شما در هر مرتبه همینطور چی داره، مثلا طالب، ملا، مولوی، مولانا، مفتی، شیخ الحدیث، فلان، همینطور میره مرتبه کی بالا. در باب همین علوم اصلی هم میتونه نه فهم چی هست، پوهندوی و پوهنمل و پوهنوال و فلان که میره بالا. در باب عسکری هم میتونه، صحیح شده نه، یعنی مرتبه داره تا ای که میره با خود لویدرستید و بالاتر از لویدرستید هر چیز یک هست، مارشال و فلان میشه. اینا یعنی هر چیز از خود کو یک درجه و مرتبه بندی داره. در میان اهل تصوف رحمهم الله هم یک درجه می باشه، سالک و مرید، باز مرشد، باز این مرشد که از هر چه درجات ترقی میکنه و تعلی میکنه میشه نجبا و نقبا و اوتاد و فلان، تا ای که آخر باز میرسه به قطب. همین قطب غوث هم گفته میشه. این غوث معنی ظاهری نیه که فریاد رس، تا ای که باز بگیم غوث الاعظم یعنی چی؟ یعنی فریاد رس بزرگ. نه فریاد رس بزرگ خداوند تبارک تعالی نه، این لقبه که به یک کس داده میشه، معنای لغوی مراد نمی باشه. غوث الاعظم یعنی نسبت به غوث ها و قطب های دیگه مرتبه از اینا بالاتر، که رقاب کل الاقطاب تحت قدمی. جناب حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمه الله بیان میفرماید عقیده حنابلة بر مبنای کدام یک از دو امام می باشد؟ و آیا در عقیده می توان تقلید از آنها را کرد؟ و آیا تقلید در عقیده صحیح است؟ فکر کنیم این مسئله ایمان تقلیدی و ایمان فلان جدا مسئله، لیکن همین که متابعت یک خود امام رو بکنی که همین امام در این باب که هست این صحیح میفرماید، همگی صحیحه. خیلی همینطور اختلافات جزئیه در مابین ابوالحسن اشعری و ماتریدی رحمهم الله که بعدا این هم بیان میشه در اخیر درس بخیر، یعنی آخر که رسیدیم با یک گذرا بالا خود همین عقاید هم یک چیز بیان میکنیم نسبت به افکار و عقاید. خیلی یک بعض جزئی اختلافات داره، تو نیه که کلی باشه اختلافات اونا، همگی اهل سنت والجماعت. جناب حضرات حنابلة اونا که از اشعری ها میباشند. فرق بین دیدن چشم و قلب چیست؟ در دیدن چشم که از شرایطه، در دیدن چشمی خیلی نزدیک نباشه، خیلی دور نباشه، خیلی روشن نباشه، خیلی تیره نباشه، از این قبیل چیزهای دیگه. و جسم که از خودش مرئی باشه، یعنی صلاحیت رؤیت داشته باشه. و هرچی که دیدن به قلبه او دیگه باز یک نوع کیفیت قلبی می باشه. او کسی که صاحب این چیز باشه او باز میدانه. چرا امام اعظم صاحب بنا بر علمی که داشتن تالیفاتشان کم است؟ تالیفاتشان هم یک تالیف جهانگیر شده دیگه، صحیح شده نه؟ یعنی مدون فقه اسلامی برای اولین مرحله می باشد. همگی ائمه دیگه از روی اینا گرفته علم خود را و کتاب‌های خود همین بس هست دیگه.